پس از توقف 8 ماه رفت و آمد مستقیم هوایی میان تاجیکستان و ایران دوباره برقرار خواهد شد. مقامات آژانسی اویاسیای گراژدانی تاجیکستان میگویند تقریبا 1 ماه قبل به درخواست شرکت هوانوردی واریش ایرلاینز ایران اجازه دادند که پروازها به سمت مشهد دوشنبه را انجام دهند. شرکت هواپیمایی واریش ایرلاینز اومد با حجت‌های درکاری ما همه حجت‌هاش رو دیدیم، نظارت کردیم، سنجش کردیم و به این شرکت شکل فرم ایری این شرکت رو برای اجازه پرواز دادیم. نمایندگی شرکت واریش ایرلاینز در دوشنبه شروع به فعالیت کرده است و فروش چیپته‌های خط‌سیری دوشنبه مشهد دوشنبه الکی شروع شده است. فروش چیپته در شرکت واریش ایرلاینز از 15 می شروع شده است و نرخ چیپته هم برای یک طرف از 2360 سومانی شروع می شود. برای دو جانب 3570 سومانی گفته می شود. نمایندگی شرکت واریش ایرلاینز فروش چیپته ها به سمت مشهد را برای 6 ایون روی دست گرفته است. قبلا از جانب ایران پروازها به سمت دوشنبه را شرکت هواپیمایی عثمان ایر انجام میداد. یکی متاسفانه از آخری ماه سپتامبر سال 2018 سال گذشته این شرکت قطع کرد. پروازها رو ما قطع نکردیم. طرف تاجیکستان جانب تاجیکستان یگان قطع نکرد و خودشون به همه خیلی خلاصه آمدن که ما کمتر مشکلات داریم. اجازه پرواز از جانب تاجیکستان به سمت ایران را شرکت تاجیک ایر دارد که نیز طوری معلوم با مشکلات مالی روبرو است و عین زمان نمیتواند پروازها به این سمت را انجام دهد. تا این زمان ساکنان تاجیکستان به سمت ایران از طریق مسیر استانبول ترکیه و یا شهر دوبای امارات متحده عرب سفر میکردند که برایشان چند برابر گران تمام میشد.